میانه گرفتم ای 12 تا بگرفتم سرگیانه کجا میگیستی؟ همرنگ شغال گردنم بند باشه شغالی همرنگ شغالی طور ببینم پیش جوجه سگا خو به شرطی که اونا نگیری بیا 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 گوش کشی هیر بار کجا یوزی گیلا بله ایرمال گرفتم میگو هم رنگ شغالیه نیه با 15 20 تا گوشت سگ هم جگاه جمع کردی به دور بر کجا 15 20 تا 12 تایه خود 12 تا ها کم 12 تا چره شب روز مدد سینا روز نداره شب خو نمیتونه کو تامسل کو که چی گپه خب برار اینا جمع میکنم اینا چیز میکنه اینا مثلا با میبرم مثلا اینا رو به هر گوشی قلا یلا میدم با شغالگیری شغالار میگیره گورش کم خواستی که جمع کو سگا آخر اینجا هر روز یک جدید پیدا میکنی نه کجا بردی ایرا مال از وقت گرفتم تو که کار وظیفه روز تاشون برای سگ میگه که سگ جمع کنی بابا بسته مرغا مرتقد گوسفندا مرتقد همه شغالا ببرده اینا رو به هر گوشی مثلا اینا رو میبرم همونجا بسته میکنم به هر گوشی بله ببرده باشه تو چی کردی اصلا با تو چی گوسفندا مردم مرغا مردم تو چه کاری چه کاره من اینجا ما سگ جمی تو برو سگ چیاله به دست شما ما اشتباه کردیم که همسایه شما شدیم اصلا ما با تو چی کار دارم تو چرا خو نمیشی به سراخو یا شو یارا چی کردی خو میبره آدمه شو خو نداره روز خو نداره ما دست از سگا شو تو منصوب که کار میکنه روز تو شوم که کار میکنه که چی گپ سر دفعه پیار تو بگفتم و گوشا کردی خودت امینا پست فقط ایش بالله ترافیک امینا کو کنه حداقل شغال میای به محله بیخی شغال بیای تو شغال چی کردی بیا برو جمع کن سگا بده اول شغال بیای کله گنده طور میخوره یوازه کنار کم کنم ما اکسترا جدی میره چیز مردنی کجا پیدا میکنی کجا مردنی هم رنگ شغالی هم تو نگاه بکو بیا برو بده کجا برم یک اعصاب خراب نکن ما شما دیوال به دیوال همسایه یا شما تعظیم منطقه بمونیم اگه اعصاب خراب شه یا ما انا واسه تو بگفتم بیتر اینه که بریم رو تاک کنید از پشت بوم و درس رو اینا رو بر کنید از تعظیم منطقه دور کنید میرم یلا کو کجا یلا کنم یلا کو بخی نمیره بده اینجا پرتدی بده اونا هم جمع کو برای ببرک بده کو بر باب منطقه خبر نکنم به تو بیا 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 برو بشا بده تو به سگ میچی کردی یا برو تارتوف که به خدا برو پیش ارباب صاحب برو تا منطقه مگم بیری کنی ما با تای منطقه باشیم برو هر چی بزنی خوبی تو میگم هیچ نمیفهمی پیار تام گفتم داده فکو هرو میمونم پیار تو هرو میمونه که چه توبک داره میکارا برو کار که غریبی که بخو یک جایی 12 تا بالی بوم بالا کده پشت درس رو بوشونده که شب تا صبح کو میکنه کار کرد موریکو خاک قبرستون بخورین که مدام بخش ما خورم گندم آمیز و علیکم السلام خوبیم سلامت بخیر جانت جوره شکر چیگه پای تیار هستی الحمدلله زنده بشی لا نور الله از مزایمت بفهمیدیم نبیان به شما یک گله کنم من که هر چی به این پیار گلک بگفتم به خود گلک بگفتم اصلا گپامر تاویل نگرفتم اصلا گپامر گوش نکردم پیار یک آدم مستفیدی آدم کلونیه 100,000 دفعه برای بگفتم کمی گلک به چی خور بفهمونیم اینجا سگار جمع کرده به دور سرا و بالی بوم بالا کرده ای برو بر شو تا صبح روز تا شون کو میکنه که کار کرد ما یک اشتباهی بکردیم که همسایه از این دیوال به دیوال همسایه از اینای ما چی اشتباه کردیم لا نولا شما بفهمونید دومات شما ناخی که چی گپ همی سگ جمع کردن شکم خود خسری کردن نمیتونه اینجا 10-15 تا سگ جمع کرده که چه کار شه ای برو چی بگم باور بکن ما که دست ازی به اینجا رسیدم
گاهی وقتی که من حرکت میکنم میرم به سراغ اینا به خاطر می مادر پیرزال ازی که خوشی مانه میگم برم از این خبری بگیرم همون شب که ما به سراغ اینا نمیستم انگار که ما تا صبح به سر اودری استادیم تا صبح بیدارم اصلا نمیگذاره که من خوب باشم مثل گازی قچ داره خوب بفهمونیم آخی آخی چی رقم آخی چی کار بفهمونیم میشه مادر به چشمی بس نمیایه با گپ پیار خو که بیخکل نمیکنه اون بیری کنم از سرا نمیتونی یک بچه هدایت کنه بیری کنم از سرا بیرون چی کنه آدم سادی هم تگوشی بزنن سگم جمع میکنه تا منطقه بیرون میکنه برار خور بگردم اگر بیرون کنم بدنامگی به کینه با مانه میگم نون دادن نتونستم بیرون کردم نه سعی کنه شما دومات گیلک کنن گیلک دومات شمانه آخه بعد با شما یک مردکه که ببین میگن این دومات فلانیه سه کروستاشون سگ جمع میکنه بعد سگا میگرده بعد برای کاری بخو پیدا کنه شکم خود شکم خانواده خود سیر کنه پرسان نکو کمی خوار ماده سادی به خل بس تو آمده هر بعدی که به خونی ما نمیایه میگه مر بدبخت کردی برو تو مر در به در کردی چیکار کنم آدم ور افتاده بود که شما گیلک دومات خو کردین نمیفهمم لالا که خودت چی رقم گپ زدم بالاخره ما پیارم بو گفتم نفرند به خودی هم بگو تو مال به شما میگم بریم هر وقت بخواین رفت ما گوش اینو تیر کنیم که با اگه ما شکایت کردم یا بربا منطقه میگم که یا مگم اینا به تای منطقه باش یا ما نمیشه بس دیگه 10 دفعه به زو گفتم اینا چه کار میکنی میگه به خاطر که به منطقه شغال پیدا شده اینا کوکو کنه شغالا نمیاد تو خوب گوش کن نه لالا به شما بو گفتم با گوش اینو تیر کنیم برای اینا بگین که با یک دفعه پیار پیش ما گله نکنه که تو چه کردی چه وقت شکایت یعنی نمیفهمم که ما چه کار کنم دست دادی دومات خو ما چه کار کنم با خدا به دو چشم خوشی من نباشه اصلا بام چهار طرف از اینا دل من نمایه که برم این مردم یه دست از اینا شکایت بیزی داره من اشته کنم خودی ازی رمضان اشتنی تیار هستی بخیری اشتنی رمضان جان جاره تیار هستی خیلی هستی چی کار میکنی دقیق شوت میکنم رمضان سیکو یک سگ هم رنگ رمضان یک سگ هم رنگ شغالی ندیدی کی؟ یک سگ زردی هم رنگ شغالی میته گوشه و چیشای هم رنگ شغالی بود ندیدی میدگاه نه شیطان میگه برو می در سر عباس اینا رو بگیر از هم سر خو بالا کو بزن به زمین می سنگار ور در بزنم در دروازه سرای اینا که هر چی که در سرای اینا غر و چغر شه بره به قبرستان تیرش در سرای چرا اینا گیلاش ها چرا دستا خود پتیم پاک میکنی خاطر پتی تو به یک فرغون ریکای پاک نو تو عمر سر به سر و برفتون که بکنم بدتر خود تو به پیش می یسیدی کنی سگ به تعجب باخچه سگ ما بگرفته بودم سگ از او غلبه گرفتم تا گندمو سگ از پیش ما خطا داد سگ از پیش ما وجه سگ رو مخته کرده میگم تو غیر از سگ جمع کرده 10-15 تا سگ گدار اونجا جمع کردی با پشت بوم و تا سرا و پشت در سرا و جلو سرا خو کسی حتی کوچی سرا شما تیر شده نمیتونه در سرا شما تیر شده نمیتونه یک شغل هنری وظیفی دگه کاربار اشته پیر مادر داری که به طور نمیفهمونه که یک گیلک حق همسایه مردم دی ای بری برام دست تو به عذابه تو نون خوردن خور نداری تو ریتا کارا مایه چه کار زور پیر مادر ما به من نمیکشه بفهمیدی؟ بسته به چی خوبی؟ بله دیوم از این سگار ما جمع میکنم عمل گروخونم همه پر از سگه 12 تایه اینا تو کی آمدن گفتم یک نونه بده که من ندارم پیش سگ خو ها تو همین گپ بگو من گناه کریمی که به محله شغال پیدا شده میای مرغار میخوره گوسپندار هم دنبال اینا قلم کرده من میارم که میگم سگا باشه که نه شب تابم صبح روز تابم شم سگا من کو میکنه این امروز هم هیچی بیچی بابا جان ما تیریم از این سگا گدا سیکو گوشا خور گرفتم گپ مفلازه کله گندیر تو سکو گیلک دیونه برو از اینجا که به خدا تو به حقش ترم میکنم فس بیا کش سگا گدار جمع کردی نگاه گوشنگی مال سگا تو سر پلوک میره اینجا تو بیا میده به من گپ مف میزنی برو تو دیگه اینجا نبینم دیونه سرقی صدانه دگان که سگ بگیرم 15 تا میشه اگه من تو فرش وری آوار نکردم به خاطر می سگا آخر این مردم منطقه تو به خاطر می سگا خواب کشتن یا آدم غریب سکو کارا تو سکو پیار ما مادر به زور اینا به من نمیکشه یار مادر تو جون کنم تو معافی بچه
چه کاره؟ لو خانم کجا گریه میکنی؟ این چیز ساگیلای رنگمه بگری رنگ تو گریه؟ تو کجا بود؟ نمیشی کجا بیدن؟ ای از سرا بدار بشدم هم یک دفعه ساگیلای رنگمه بچلم بابول بدر سرای نو پیار مداری بگو خو چرا نمیری؟ رفته میشه در سرای نو یک بلوک ساگیه معمول پیش دومات گلک بودم همه گپا بری بگفتم خودی گلکم جنجال کردم با سگ یک سگ دیگه آورده بود تو میره کجا آورده میگی از همیت پیدا کردم بیاردم خودی از اینا یلدم خودی جنجال کردم که به خدا اعصاب خراب شد سراشم از اینجا میکنم خود چرا گم نمیکنه اینو من چه ما پیاری هم بگفتم خودی هم بگفتم مال کم پیش دومادی بدم سرگوش دومادی رو وا کردم نمیفهمم اصلا اشته پیاری اشته مادریه که بچه خود نمیتونه بگردون از این کارو روز تا شو میرد سگایه کسی وطن کوچینو داخل شده نمیتونه نه بابا که جرات میکنه خیلی باشه پیاری که بدید بری بگو لنگ من بگیرفته خوبه خوب بگو بری بلکه سگای تا منطقه جمع کنه برو خوب بیا تیستش بیا تیستش بیا چله بیا تو بیا چیه؟ چه کاره تو چی؟ چرا تو در سگ جمع میکنی سگ ما یک عباس یلک حالا براده میگردم تو گوش کن من بزی میگم چرا سگ جمع میکنی مگه یکی ای براده عباس یلکن براده میگردم تو چرا سگامو با تو چی کار داره؟ چرا تو چی داره؟ اشتباه من چی کار داره یا سرخو بدم مسودم یک دفعه سگ سفیدی پیلیگم بگری سگ مه؟ نه سگ یه مادمه یعنی سگ اون سگ سفید کوچیکت و تو میگو خدا نکو بازنم یکی بمون واسه سر تو چرا؟ سگا خوگون میکنی یا بازنم یکی سنگ بمون تاکلی تو چرا به تو سگا و کلنگتر بگریفتن چی رقم بوده کلنگتر گری؟ سگ ما که غیر کلکل میکش اون سگا کلنگ نمیگریفته با لنگتر اشته گریفته بابا من یاده سرش تو مطیر میشدم یک دفعه سگ بپری لنگم بگری خو خیره من چه چکوارا من خودی تو گرد میزنم رو خوبه زیبان میکنی و راست میگم دیگه میگم عجیبه طور نگیره بیتا دگه سبا میتا یک سگ بی سرا شما یا ودن سرا با شما از خود که مگری گیره کنی این کار وظیفیه چه کار وظیفیه؟ تو اینا چه کار میکنی؟ با تو چه کار میکنم؟ من اونا رو به خود جمع میکنم برو